تو این ویدیو قرار بریم کالاف پارت 2 و با امیرعلی. برو بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب بچه ها، بازم مثل همیشه با یه بچه رویال شروع کردیم با خانوم دف آنجل یا همون فرشته مرگ خودمون به علاوه ازی. خب امیرعلی هم که هست، همه چی اوکیه؟ امیر فقط بیا دنبالمون، میخوام یه جایی ببرمت اصلا عینش تو دنیا نیست. عینش تو دنیا نیست، باش ببینیم چیه. بچه ها نبینیم جاندینه رو، من جاندینش کردم. آره من خب بگو من خودم بیام اسکیتم پس یا اسکیتم اصلا عاشق اسکیتمونم، فقط به خاطر این چیزایی که داره. باید مسابقه بریم کی اول میتونه اسکیت برداره. من اسکیت یکی دو تا فقط نه اتفاقا اسکیتم من 10,000 تا پیدا کردم. آره امیر، قبلا اینطوری بود، قبلا خیلی کم بود، الان خیلی زیاد شده. خب اسنایپ هم پیدا نکردیم. یه پیک فسد زود چیز بده خوب میشه. حاجی من اسنایپ اسنوبورد به آفرین. من اسنوبورد کنم. اسنوبورد تو دستشوییاش زیاده. نه اسنوبورد کجا دستشوییش زیاده؟ حالا من تو چیزش رو دیگه. خب بک دستشوییش کو؟ امیر بک دیدی بگو. خودم بک لازم. یه سری باش، بعد با تلکامیش باید بریم سری. نه زون نزدیکه. حاجی امیر کو جدی؟ من خودم حاجی تنهایی بازی میکنم 10,000 تا ریخته ها. حتما یه الگوریتمی داری تو اکانتت که باعث میشه دوتا کم بشه وقتی گروهی بازی میکنی. الگوریتم بیا بازم اون روزا رو بیا. من بزنم لطفا بذار منفی. مچ قسمت قبل این همین چیزی رازی کردی. نه البته فکر کنم اون موقع رکورد نبود، ولی خب کرد اون موقع بچه خیلی کیل دوزی کرد. من انتقام دارم. آجی اسنوبورد تو بده من میخواستم بیام اینجا. ببین به خدا نه کیلوزه نشد. چرا اسیست شد؟ نه اتفاق مگه توی چیز اتفاق فقط توی آرکاداس اتفاق نمیافتاد که وقتی که ناک بکنی کسی کیلش نکنی کیلش برات تو ثبت میشه. بکنم تو بطنی اتفاق نمیافته. خب حاجی چه؟ امیر اسکی تو بده من جدی اسنوبورد تو بده من. چرا بدم؟ چون من میخواستم بیام اینجا. چون من میدونم فکر کنم پیدا شد. آقا لطفا من میخواستم آخه. کی گفته؟ خودت گفتی 10,000 تا به من چه؟ یه لحظه اسنوبورد تو بده، خیلی وقت اسنوبورد دستم نگرفت. نمیدم. چرا آقا من بچه ها میبینیم من بچه 2 ساله دارم حرف میکنم. آقا من چرا بعد اسنوبورد بودم؟ نه جدی یه لحظه ایلی بیا سمت تلکامی شد زون دارم میکنم. بعد سمت اون یکی تلکامی شد. ببینم اینجا نیست. نه این یکی نه. اون یکی نه. فکر کنم همین رو باید بریم دیگه. اینه اون وقت میرسیم به یه استیشن کوچیک. از اون استیشن باید بریم اوورگراوند که یه انمی شدون بخوره. بعد بریم ساکوش. بیا اینجا بعد اینو بریم. انمی هست. جی میخواد به سمت تلفن. خب لوتاش بس که خوبه. اخ جون بچفک اخ جون لوت کن. اوکی انفورم پلیره کردن اینقدر بازی نکردیم. امیر بیا دنبالم.
چیه بابا بذار آرمانمو بزنم آرموله له بابا اون تلکامی داره جهت اشتباه میره بعد همین رو باید بریم این درسته تلکامی رو گرفتی من که اسکی دارم برای تو هم فکر کردی اوکی نیو حالا کجا بود؟ من اسپایدر همینجا دقیقا همینجا که میره این یکی برای من امیر تو دوتا داری این یکی بذار برای من خیلی بیشوری امیر خیلی بیشوری خدا حافظ آرمول لجند داری تو آرمان لجند هم بود برای مصرف شدم دیگه و همین دیگه نگاه بکن اسکوادیس نگاه بکن فکر کردی از کجا فهمیدم چیز داری یه سوال اسنوبورد رو چی نمیده آبا میره؟ نه معلومه که نمیره گفتم شاید بره مثل فیفایه هاوربورد که نیست هاوربورد دیگه چیه؟ اون هاور بایکه برای خب همونو دیگه واستا ایده وایستا دارم میام وایستا گفتم آقا دهنه کجا تو میری؟ اینو میشه وایستی؟ بیا اینجا برات نه بایستادم نه بیا اینجا برات بایستادم من بهت اعتماد کردم بچه ها میریم برای وین کردن دست تو مرام و معرفت بگو کی مثل اوناست محمدا رو تک کنید آهنگ برا اسم اونا صف و تفتیش دادا محمد یه سرم به ما بزن تو رو جون احمد محمد اصلا تو خوبی و من بد تو بخم بمونی برا قربون خنده هم اسم تو مگه بد داریم تو هر خونه یه محمد داریم من و محمد با هم چند سالی میشه که رفاقت بچه ها چون طولانی شده بود ما بست کردیم اینجا رو الان چند نفر دیگه موندن من یه گان میتیک برداشتم توی فصل مشاهد شاید دیده باشین یه با تانک اومد دنبال من آره بعد امیر علی هم تانک برداشته بود منم تانکش رو زدم آره بستنی شکلاتی این برای بستنی شکلاتی بودن در بشون وانیلی چندش نزن آقا چند تا کیل داری هفته فش شد بخور 7 تا بقیه کیله بر من دیگه کلا 2 نفر موندن همین مثل بقیه بر من ببین یعنی من اسنایپر اعظم اومد برو اومد این باره که کیلش برمد بودو همین که پلیره کیل تو بابا نخواستیم کیل تو من بسیارم دوستان عزیز اومدیم با دست دوم توی مولتی پلیر چرا اینطوری دارم حرف میزنم اوکی بله دوباره اومدیم دهن ایلیا رو توی چی صاف بکنیم دفعه پیش که مساوی شدیم ببین بستنی جان آبت میکنم اسنایپو بگیر بغل دادیاشم میدیو اومدم با بغل همونی آره حاجی چقدر چندش داریم حرف میزنیم حالا به هم خورد کجا پارکور من اصلا خوب نیست منم میدونست من اسپایدر منم نیومدی یارم سر قرار وای نزدیک بود دیدی حال کردی بیش حس شیشو من بهت میگم من حس شیشو بچه ها حس شیشو نکشیم اونجا ما حاجی بیشتر خودزنی کردم اسپرایدرمن بچه ها من اسپرایدرمن
زبان استفاده کنم. خب کجا این میشه بداین ببخش؟ بله جورت داری ببینم. فهمیدم نقشتو چی. الان اومدی پایین مثلا میخواستی من فینیچر بکنی نیومدی. الان که اومدی نوب آجی من چرا یه لحظه فقط نگات کردم. بچه ها یه کات میخوریم، بچه ها یه کات میخوریم از وسط چیزمون نه ما به اخلاقای گند محمد عادت داریم. محمد سر بزیرن گردن بگیرن، محمد میرن خواستگاری بعد چند وقت میگیرن. محمد رفیق پابنده است، همه کاراش با خنده است. اگه باش ریل بزنی محمد شوهر آینده است، محمد شوهر آینده است. کشی که آره سرش تو کارو باره، کسی چپ نگاش کنه سری میشه تیکه باره، سری میشه تیکه باره. اصلا مگه هست توی دنیا کسی بگه محمدو دوست نداره، محمدو دوست نداره. محمدو پایه شیطونین، خوراک غیر و مهمونین، محمدو سیگاری نیستن اکثرا قیدونین. محمد برام عزیزه خوشتیپ و ترتمیزه، محمد اگه مست بکنه شهر رو به هم میریزه، شهر رو به هم میریزه. اومدیم با 1 دقیقه و نیم آخر. امیرعلی بذار بله ببرم. بچه لایک و ساب یادتون نره. امیر لایک رفت. و ساب بچه یادتون بله بچه لایک و ساب یادتون نره. اوه نیرو تا بود نیشا چیه؟ کویکسای کتون هم کویکس اصابه دست بچه بگیم تو کن اصابه تو خدا نشه بگیم. وای خدای من زیادن چیزاشو از کجا میگیرم ما بریم بگیم. وای زدم جلو. ببین من ببازم چی میگم. وقت خودت فوش بگی. نه من نمیخوام مساوی شه. خب سیریس کن من میخوام فقط 19 ثانیه هیچ نداره یا اول کویستای زده بودو فقط برام فقط فرار کن. 12 ثانیه 10 ثانیه 9 8 7 نه 6 5 4 3 2 نه خدافظ نه پشتت